بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطاب مردمی کلی تاجیکستان و فرق نداره، در ازبک تاجیکستان، پامیری تاجیکستان، کی نباشد فرق نداره. بس کنین همین ملت چیه. سبحان الله بین توجیکات یه عمر دینو ملتچگی تو عینگی تو گلینوبودی تو پامیری تو کولوبی همه جدا جدا شده نباشد، کم جدا شد و کتاب بزنن گیرد برات رنگ اویگورو کنن تو نخی. سبحان الله تو کی ما بیدار میشیم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودن که المسلم اخو المسلم، مؤمن برادر مؤمن. ما همه مؤمن هستیم، مسلمان هستیم. شرط نیست که تو توجیه باشی، شرط که تو مسلمان باشی. مولوی میگه بیا ای بی ادب خود رو ادب کن، مسلمان زاده ترک نسب کن، برنگ احمر و رنگ و خون و پوست عرب نازد اگر ترک عرب کن. حتی گفتن اگر عرب نازد گفت که من عرب هستم تو غیر عربی، محمد صلی الله علیه و سلم ترک کنشه. سبحان الله من نمیفهمم شما گرفتی جدا دا کردنین. من پامیری هستم، در نوش تو توی پامیری یا که توی کولوبی یا تو لینوبودی فرق چی دارد؟ خب اوی خط نمیخوای اگر توجیک بودند به توجیکی بگی من توجیک نیستم. تمام چی در کنه در روزا فهموندند که بودو تو یگان عالمی، تو یگان آدمی نمانی خیلی بریت بودی. ما در لوبوی بریت پدش که میگیم لوبوی بریت اولش این خودش یک کار حرام است. لوبوی مسلمان رو ما پدشکی میکنیم انشاءالله. اصلا از قطره منی لایق تو نیست، منی از راهی باول شدی کبر و منی ها چی کنی؟ خود فکر کن که از کجا شدی با کبر و منی ها چی در کن؟ مسلمان شنه برادر مسلمان شنه بس کنی حقارت دشنومه. همون پامیریه تاجیک است نو تاجیک است حقارت کرد، نو توجیه خودش نگرفت، حقارت نکنیشه، ترک کنیشه، ترک در کن نیست. ما حتی لوبوی توجیه که میگه که من توجیه نه، خودش داغستان میگیره، خودش چچنس میگیره، خودش یک دیگه میگیره، شما ترک کنیشه. شما میگه که من مسلمان هستم، الحمدلله که من مسلمان هستم. سبحان الله شما میگیرین نمیفهمم من. سبحان الله العظیم کافی رو دزدن مسلمان در کشتن تمام مسلمانه. اما بین اختام و داخل افنزی تو پامیری، تو عینگی، تو کولوبی، تو لینوبودی، تو فلان و فلان تو کی ما این کار که ما یک میشیم سبحان الله پروتی کفر میزنیم که. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.